کنیچیوا. امروز قراره در مورد کشوری صحبت بکنیم که یک کشور مجموع جزیره است، یعنی تشکیل شده از جزیره‌های زیاد. این کشور معروف به غذاهای دریایی بی‌نظیرش، آبگرم‌های زیباش، نظافت بی‌همتاش و همچنین امنیت بالاش. و برای اینکه یه مثال دیگه هم بگم، این کشور معروف به زادگاه انیمه. همونجور که فهمیدین، آره. امروز قراره در مورد کشور ژاپن صحبت بکنیم. می‌خوایم با هم تحلیل کنیم که این کشور اصلا برای مهاجرت مقصد خوبیه، چرا خوبه و چجوری ما میتونیم مهاجرت کنیم. شماره 1. ژاپن دیگه کجاست؟ یه اطلاعی سریع در مورد ژاپن. این کشور تو آسیای شرقیه. جمعیتش تقریباً 123 میلیون نفره. پایتخت این کشور توکیوه و توکیو امن‌ترین شهر جهان نام داره. واحد پولی این کشور ینه. هر 100 ین برابر 66 صدام دلاره. آب و هوای این کشور هم کاملاً مرطوب و شرجیه توی تابستون. زمستان به شدت سرد، مخصوصاً تو قسمت شمالی جزیره هونشو و کل جزیره هوکایدو. این کشور تو لیست اقتصادی جهان شماره 3 بعد از آمریکا و چین حضور داره و درصد مهاجران این کشور تقریباً 2.7% جمعیت کشور رو تشکیل میده. تورم این کشور بین 2.9 تا 3.6% و امید به زندگیشون 85% منظورم. بخش مهم ماجرا، مالیات این کشور. مالیات این کشور بر اساس درآمد سالانه شما محاسبه میشه و شما باید یک سال کامل رو بگذرونید، درآمد سالانه شما محاسبه میشه و به شما مالیاتتون گفته میشه. تقریبا مالیات بر اساس درآمد رو اینجا میبینید. مذهب این کشور 70% شینتو و 66% بودیسم و 6% هم مابقی ادیانه. البته وقتی این آمار رو با هم جمع میکنی از 100% بیشتر میشه. باید بهتون بگم که جمعیت زیادی از ژاپنی‌ها هر دو دین رو پیش میبرن. شماره 2. ژاپن مقصد خوبیه و چرا؟ هم میتونم بگم آره، هم میتونم بگم نه. به ترتیب اگه بخوام پیش بریم، ژاپن پل ارتباطی خیلی خوبی برای رفتن به کشورهای قاره اروپا و کشور آمریکا و کانادا میتونه باشه. ولی خود کشور هم واقعا خوبه واسه ادامه زندگی. حالا یه مشکلات هم هستش وقتی میخواین زندگی کنید تو این کشور که شرایطی یکم سخت میکنه. و از همه مهمترش زبان این کشوره. زبان این کشور یکی از سخت‌ترین زبان‌های دنیاست که 3 نوع حروف الفبایی رو پوشش میده: هیراگانا، کاتاکانا، کانجی. توی جمله بندی‌های روزمره این 3 تا حروف الفبا کاملا استفاده میشه. حالا کلمات و معانیش دیگه بمونه. نکته بعدی که زندگی کردن تو ژاپن رو سخت میکنه تفاوت فرهنگی با این کشوره. تفاوت فرهنگی ما با این کشور خیلی زیاده. توی ژاپن هر کاری راه و رسم خودشو داره و ما نمیتونیم مثل خود مختار یه کاری رو انجام بدیم. باید پیرو اون راه و رسم باشیم. از غذا خوردن بگیر تا جابجایی خونه و فروش یه سری از اسباب اساسیه دست دوم، همه چی راه و رسم خودشو داره. یه نکته مثبت دیگه هم ماشینا این کشوره. صنعت ماشین سازی این کشور که یکی از قوی ترین صنعت ماشین سازی دنیاست و میتونم به تویوتا، نیسان، مازدا، لکسوس و هوندا اشاره کنم که فقط ماشین سازیشون نیست، موتوراشون هم خفنه. زیاد به این داستان نمی‌پردازیم. نکته منفی دیگه میتونم به زلزله خیز بودن این کشور اشاره کنم. این کشور به شدت زلزله خیزیه. انقدر هم زلزله تو این کشور زیاد اتفاق میفته که همه نوع پیشگیری‌ها دربارش انجام شده. از بسته‌های نردبونای اضطراری بگیر توی بالکن، شیفای مراقبتی و پک‌های کمک‌های اولیه و غذا و آب توی خونه‌ها بگیر تا ساختمانایی که جوری تعبیه شدن که ضد زلزله باشه. یعنی هر وقت زلزله رخ بده یه جوری با امواج زمین تکون میخورن که هیچ آسیبی به مردم داخلش و خود ساختمان نیفته. نکته دیگه که موقع ادیت زدن دیدم و یادم اومد این بود که من اصلا در مورد هزینه‌های خونه و هزینه‌های زندگی توی ژاپن صحبت نکردم. هزینه‌های خونه توی ژاپن نسبتاً زیاده. چرا؟ چون خونه‌ای که شما تحویل می‌گیرید خونه‌های معمولاً استادیومی طور و کوچیک هستن که متراژش بین 10 تا 20 متر خیلی مثلا بزرگ و شیک و مجلسیش میشه مثلا 20-25 متر و هزینه‌های خونه نسبت به فاصله‌شون به شهر محاسبه میشه. یعنی شما هر چقدر به شهر نزدیکتر باشید قیمت خونه بیشتر میشه، هر چقدر به شهر یا مترو دورتر باشید قیمت این خونه کمتر. و مترو هم باز میگم بی تاثیر نیست به اندازه این خونه موقعیت مکانیش، ولی حرف اول میزنه. هزینه خونه بین 40,000 ین تا 120,000 ین در ماه. اگه بخواین اطراف توکیو خونه میگین تفاوت قیمت داره، بالا پایین میشه و باز نسبت به جایی که شما خونه میخرید و مستقر میشید
این قیمت بالا پایین میشه. هزینه‌های زندگی توی ژاپن شما میتونید با 150 تا 200 هزار ین در ماه بهترین زندگی رو داشته باشید. هزینه‌های خورد و خوراک، هزینه آب و گاز، هزینه اجاره خونه، همه اینها با ماهی 200 هزار ین تقریبا برای یه نفر جوابگو میشه. هزینه آب و گاز هم بستگی به خونه شما، مصرف شما داره و این اصلا جوابی نداره در واقع. ولی چیزی بین 10,000 ین ماهانه هزینه قبض‌های شما میاد. ولی جدای این داستانا، ژاپن واقعا کشور زیبایی برای زندگی کردن. طبیعت واقعا دیدنیش تو هر فصل که نمونهش رو تو هیچ کشور دیگه نمیتونیم ببینیم. شماره 3، انواع ویزاها برای مهاجرت. در کل ما 3 تا 4 نوع ویزا داریم توی کشور ژاپن. یکیش ویزای کاره، یکیش ویزای تحصیل، یکیش ویزای توریستیه، یکی هم یه ویزای بهتون تعلق میگیره اگه ازدواج کرده باشین تو کشور ژاپن. ولی خب بیشتر بحث ازدواج برمیگرده برای اقامت. ویزای توریستی به هر کسی که بخواد بیاد از کشور ژاپن دیدن بکنه تعلق میگیره و مدت زمانش 90 روزه است. معمولا 90 روزه است یا همون 3 ماه است. ویزای تحصیلی، برای دریافت ویزای تحصیل شما باید شامل یه سری از بورسیه‌ها بشید یا یه سری از آموزشگاه‌های ژاپن ثبت نام بکنید. در حال حاضر بیشتر بورسیه‌ای که ژاپن ارائه میده برای کسانی که تو خود ژاپن زندگی میکنن. فقط یک نوع بورسیه هستش که برای دانشجوهای بین‌المللی هم جوابگوه و اونم بورسیه مومبو کاکاکوشو. این بورسیه زیر نظر سفارت ژاپن توی ایران برگزار میشه. یکی از بهترین بورسیه‌های تحصیلی ژاپن به حساب میاد. چرا که میشه گفت این بورسیه هم فول فانده، هم در ازای دانشجو بودن توی دانشگاه‌های ژاپن شما ماهانه مبلغی رو دریافت کنید برای ایام ذهاب. به غیر از اون هزینه سفرتون هم شامل این بورسیه میشه. حالا برای دریافت این بورسیه باید چیکار بکنید؟ شما باید بریم سفارت ژاپن و مراحل بورسیه رو طی بکنید، مصاحبه رو انجام بدید. اگر مصاحبه قبول شدین بهتون خبر میدن که باید رزومه واسه یه سری از اساتید بفرستید. بعد از اینکه رزومتون رو فرستادین و اون استاد تاییدتون کرد، شما ویزای تحصیلتون رو خیلی راحت میتونید بگیرید. تقریبا یه بازی زمانی 3 تا 6 ماه طول می‌کشه ویزای تحصیلتون بیاد. بعد از اون پاسپورتتون رو میگیرین و بلیطتون هم بهتون میدن و میگن که چه تاریخی باید پرواز کنید، چه تاریخی هم باید حضور داشته باشید. یه نوع دیگه از راههایی که ما از ایران میتونیم بریم به کشور ژاپن و ویزای تحصیلی بگیریم، ثبت نام تو آموزشگاه‌های زبانه. کشور ژاپن یه سری آموزشگاه‌های زبان ژاپنی هستش که برای آموزش این زبانه به بازه زمانی 1 سال تا 1 سال و نیمه کلاس داره. شما باید ماهانه یه مبلغ نسبتاً زیادی پول شهری این کلاس‌ها رو بدید. ولی وقتی ثبت نام بکنید واسه این کلاس‌ها و اون آموزشگاه مطمئن بشه که شما توان پرداخت شهری ماهانه این آموزشگاه رو دارین و قبول بکنتتون، شما ویزای تحصیلیتون میاد این کشور ژاپن توی آموزشگاه درس می‌خونید. بعد از اینکه درستون تمام شد شما میتونید یا همونجا ادامه تحصیل یا اون گفتن نیاز داره که شما تو ژاپن باشید تا اونها رو دریافت کنید، کامل حالتون میشه، یا ویزای تحصیلیتون رو به ویزای کار تبدیل می‌کنید که زیاد چیز سختی نیست. فقط کافی درخواست کنید و مدارکتون بررسی میشه و براتون بعد از اینکه پروسه انجام شد یه کارتی به شما تحویل داده میشه که این کارت روش سره که مدت زمان این ویزای کارتون چقدره، شامل چه نوع ویزای کاری شدین. چون ویزاهای کار هم مدل‌های مختلفی داره. یه سری هستن که از نظر شرکت‌های به خصوصی باید کار بکنید، سری از ویزاهای کار هست که شما صد آزاد میتونید برید با هر شرکتی که میخواید مصاحبه بکنید و مدل‌های مختلف. یه نکته ویزی بخوام در مورد این ثبت نام تو آموزشگاه بگم اینه که هزینه‌اش واقعا زیاده. بورسیه مومبوکاروشو نیاز نداره شما واسه رفتن تا ژاپن هزینه‌ای بکنید برای راه یا پروسه تحصیلیتون، ولی نیاز داره که رزومتون رو قوی کنید. برای مثال شما باید حتما سطح M3 آزمون JLPT رو داشته باشید و اگه می‌خواید بدونید کجا این آزمون گرفته میشه، سالانه تقریباً اواخر مرداد تا اوایل شهریور یه باز زمانی 1 هفته‌ای وقت دارید که شما ثبت نام کنید. این آزمون زبان مکانش هم دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران هستش. حالا یه ویدیو کامل در مورد پروسه دریافت بورسیه مومبوکاروشو و آزمون زبان JLPT براتون میگیرم. فعلا بعد از اون میریم سراغ اقامت. چجوری میتونیم تو ژاپن اقامت بگیریم؟ برای دریافت اقامت ژاپن شما نیاز داره که 10 سال کامل تو کشور زندگی کرده باشه و توی این 10 سال هیچ گونه تخلفی رو نباید کرده باشید.
هیچ گونه اگر تخلف کرده باشید، اگر یه جرمی مرتکب شده باشید، دولت ژاپن به شدت روی کار شما حساس میشه. و نکته دیگه که شما باید تو طول این 10 سال هزینه بیمه و مالیاتتون رو کامل داده باشید. همونطور که گفتم مالیات به صورت سالانه اندازه‌گیری میشه و بستگی به منبع درآمدتون داره در طول سال که در طول سال شما چقدر حقوق دریافت میکنید. و اگر بخواید از طریق ازدواج اقامت این کشور رو بگیرید، بعد از ازدواجتون 3 تا حدود 5 سال گذشته باشه، در مراسم ازدواجتون باید 2 تا شاهد داشته باشید و باید ثبات مالی داشته باشید و این ثبات مالی که دارم میگم یه حد مرزی براش تعیین شده که شما و همسرتون باید سالانه چیزی تو حدود 4 میلیون ین درآمد داشته باشید. خب جدای از اینا بیاین نتیجه‌گیری کنیم که اصلا کشور ژاپن گزینه خوبی هست یا نه. به نظر من کشور ژاپن اگر بخواید کاملا زندگی بکنید تو این کشور خیلی خوبی، کشور خیلی قشنگی. اگر بخواید مهاجرت تحصیلی بکنید باز هم کشور عالی و کشور خوبیه. ولی برای بورسیه کاری شما نیاز دارید که توی یه سری از مباحث تخصص خیلی زیادی داشته باشید تا بتونید توی شرکت‌های داخل ژاپن کار بکنید. پیشنهادم اینه که اگر می‌خواید به ژاپن مهاجرت بکنید، برای مهاجرت تحصیلی اقدام بکنید و بعد از گذشت 1-2 سال پروسه تحصیلتون تصمیم بگیرید که می‌خواید توی ژاپن بمونید، دنبال کار بگردید، ادامه زندگیتون رو بدید یا می‌خواید به کشور دیگه مهاجرت بکنید. و اینکه اگر سوالی هست تو کامنت بنویسید، سعی می‌کنم که توی ویدیو دیگه جوابشو بدم. اسکی این ویدیو دیدید؟ تا بعد.